شهر وطنای خود ما کجای ده آوش میچشید با مزه و شیرین و ودر کرده برام در اصلا همه را خدم گرفتم اوه کافتر بالا برمونه اینا بچه ها کافترخانه را دیده همه کافتر پریده رفته کافترو ما خونه تان مهمانی آمده اینه بی کافتر رو بینیم اینا بای غلام ابرار دیدیم بچه ها کافترخانه را که کافتر رو بینیم اینه بی تو بچه ها شونه او اینا دوستان عزیز اینا کافترخانه میگن یا بسم الله این پایان شوی های پایان دو اوایه میره بی یا آخه او طرف راستی دایره میشه بکنم اوی دایره ها اینجا چشمه ای بفکر میره دیدین دوستان عزیز هنمی کینایی که شما میبینید وای میکنن کو چی میگن؟ کینای اونمو کیمچی کلسوای کو چی میگن؟ میبره اژدها دوره تیلو پیلو دوره اینه کافترخانه ما رو بینین کی برادرو اینو بینین تو حاضر اینو بینین بچه ها با قدرت خدا کافترخانه رو هم دیدم اینا آمدگی بدون با تاج گذشته رفتگی بدون گودکی میده برادرها اینا نه همش اینا پیش میارم که اینا برادرها تماشا کنن اینا برادرها تماشا کنن اینا اینجا همون جایی هست که کافترخانه میگن برادرها این کافترخانه است خیلی آمده میتونیم و پلنگخانه است و با چای بای غلام ولی به مقدی بای غلام خاک صحبت کنم این مسئله ده بای غلام اینجا کافترخانه پلنگخانه اوجا بودگان جایی که گذاشتیم خیلی یک همه خیلی غروی همه خیلی کاتی کلون همه خیلی درش پری همون سخونه ای سخونه حیوانات در همونجا در وقتی دورای همون پیش پلنگا همونجا زندگی میکردن نامش مردم پلنگخانه مونده با چی خونه داریم؟ پلنگخانه داریم؟ پلنگخانه داریم خب اینا کافترخانه داریم با جایرخانه داریم جایرخانه هم داریم جایرخانه هم داریم همون جای ها؟ یک جای دیگه شد دنگل خویماس میگن دنگل خویماس معنیش همین که جای خوگذر این خیلی جا داریم کموش داریم بهارک داریم سرخک دره داریم خشکک دره داریم خروم داریم یخدان داریم اینا دوستان عزیز چه خیلی که شما اونمو کیمچی کلسوای کو جای تماشای دقت جلب کننده ایده این خیلی جا رو فقط در کینو میبینی دوستان عزیز نمی ایدار میبروی اینا اینو بینی بچه همین بالا اگر یا 10 کیلومتر بری نارک میشه بایغازی
این برادرها 10 کیلومتر زیادتر بالا میری بویغازی میشه بچه بویغازی. این ما بینی مقصد سانتودا و بین نورک داریم ده. اوی خلالانی که میگیم؟ ها؟ خیلی که بده؟ دوستان عزیز ما چی گفتنیم؟ چیزی که شما در کینو میبینید اینم خیلی چیزا رو باید میسازن کامپیوتر خطی. این وطنوی ما دا بینین که با کامپیوتر نمیسازه چیست ریال نی در همین حیات هست همین کارو. اینه در همین حیات هست همین کارو. حالم کافتر هست همین. انا دوستان عزیز انا که ای کارتر خونه میبرویم نصیب ساق سلامت برویم ایجا میریم سیم. خیلی دوستان عزیز دیگه جای گپ نیست. این خیلی جا رو ما فکر میکنم که فقط تنها شما در کینو میبینید تمام. دوستانی عزیز نگفتنمون که سیم رفته سیم. این برادر منظرهای دلفریب ببینید. این برادر آمدیم درای سیم. یخ ملخ ایره میخیرن یا نه؟ هم میخیرن؟ باشول میگن باشول. درختی باشول ای غولک پیکام تایید پیش آدمو. این تو تلخی. این برادرای عزیز این توغه. ای همه ده میوه شیرین ترین در روی دنیا این توغه. به حد شیرین رنگ قند. این قدر قنده. اینا سالای گشنگی نمیره ارد کدام خوردن ها در یاد ماست. آدم سری بعد نگاه میداره درختی توغ به نهایت خوبه فایده نوکای. کجاش سیام کنی یک چیزی عجایب داره. این سنگ ببینی. ایره ببینی سنگ. خطام ببینین اینا. عجایب. بچه‌ها جا می‌دونیم درای حال به ما عیس شما نشون بدم اینا. رو پرو کوه رو دیدستین. همه این بحر هم مقصد دریا. انا که انا میگم میایی اینا کی سیم. اینا برادرها. شما دا نشون میتونم کی سیم. اوش کم شده عملی؟ فانتان ولی ما میپریدن؟ دروازه وارم جا بوده یا میخیل وقتی که آدمو ای طرفی بهارک مثلا طرفی چیز نورک میرفتیان همونجا آمدن در همینجا اسب که بلند که بوده زینی اسب میرسیده برای همه زینی اسب گرفته میگذراندن اوس اومده باز زین اول زده میرفتن. بچه ها درای سیم اکایی را با مرور زمان ها؟ در مرور زمان ممکن کینو را ایروی گرفته ایروی کینو گرفته خیش خیلی که همجده اووای اوویم خیلی بار سیم اتکرای سب گیا که هوی میشوخ سیم در روی تو خیلی دوستان عزیز سیم هم دیدیم. این دوستان عزیز چقدر که بابای غلام گفتن این ملک سیاحان بیاین تماشا کنن این محرمت بیاین. در کجای میری اوش همه چشی شورای داری وطنای خود ما کجای ده اوش همه چشی با معزت و شیرین و حال نصیب باشه اوی تربوزه که میریم اوی داریم که بمیسی اوی تربوزه اوی غلام یا دو کارت با لحظه میبروی میریم از طرف خونو
آی خدای تو همه ما و شما را سفری بخطر بتیا آبروی محمدی بتیا همه وقت در صف جوانان باشد پروردگار هست اخبار دنیا نکنه تو اللهم اینی اسالک باسمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا قدیم یا علیم یا حکیم شایدی کار آمین یا رب العالمین الله اکبر زنده باشه توکل همت به خدا تا برنامه آینده